به نام خدا و به عرض سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. بینندای عزیز، طوری که شما مشاهده میکنید آمدیم به داخل یک خانه که واقعا مستضعفم، واقعا نیازمندم. از خوراک گل ما به نام سوسن خانوم که دختر نام ساهره خانوم هیرانی هستم. این شخصا یه مادر دختر، خداوند اینا خیر بده. تشکر از شما خواهر گلم. ایرانی اگر هستیم، افغان فکر میکنیم، ما خواهرمانیم. ایران و افغانستان نداره. تشکر از شما. این همشیره طوری که ما معلومات داریم همیشه افغانی ها نگاه میکنم، همیشه افغانی های غریب به آغوش میگیرم. خداوند مادر دختر 1000 سال عمر بده. تشکری میکنیم از شما. خسته نباشیم، سلامت باشیم. خواهر گلم فعلا به کشور آلمان زندگی میکنم. به مبلغ 50 یورو پول روان کردم که ما رفتیم مواد خوراکی گرفتیم به این مادر نیازمند که 12 قلم جنس شد از حساب روغن و برنج و رب و کشک و شکر و چای، 2 رقم نمک، پودر، لوبی و مکرانی و ماش. 12 رقم جنس گرفتیم به اینا تسلیم میدیم. خواهر گلم تشکر از شما. اگر ایرانی هم هستیم واقعا افغانی ها را درک میکنیم. تشکر از شما. خواهر جان، گپ بزنی که شما چند نفر خرج کنید؟ 7 نفر. 7 نفر. سرار چند کرا میدی؟ سرار 3000. 3000. خب شما دستیاره هم داریم بچه کلون؟ نه ندارم دستیاره. خب این خرج زندگی، پول کرای سرا، پول برق، اینا را کجا میاریم؟ همه خود نمیرم، کارخون نمیکنم، لنچه بالش تیر میزنم، رخشی میکنم، کارا مردم میکنم. خداوند شما رو خیر بده. مایوس نشیم خواهر جان. زندگی همه مردم نمیشه که پولدار باشه، همه مردم هم نمیشه غریب باشه. خدای پاک خواسته به می شکل که شما هستیم. خیر باشه. بازم خدای پاک هم شما رو بخوره. طوری که پیشتر گفتم، یک خواهر ایرانی به نام سوسن خانوم و دختر نام ساهره که همینا خدا واسه برای شما کمک کردن. 50 یورو رای که دیدن که ما پول میده کردیم، اینو 4,500 افغانی شد. همینا رو خدا واسه به شما خرید کردیم. چی گفتنی داریم شما؟ خیر بینین، دست شما درد نکنه. خداوند هر مشکلی داره، خدا جو مشکلی رو حل کنه. خدا اینا خیر بده. الهی خیر بینه. زنده باشیم. بینندای نازنین، تا کسی که نیازمند نباشه به جلو دوربین نمیشینم، سوال نمیکنم. من شما خواهشمندم، ماه مبارک رمضان هم که تمام شد، تنها هدف شما ماه مبارک رمضان نباشه. هدف شما همیشه خیر باشه. کاری بکنین که به آخرت و آخرت الله پاک به شما مزد بده. هر برادر، هر همشیری که به این مسکینا کمک کنم، ما به جلو می دوربین به سند و اسناد ما همی پول برای اینا میاریم. از همی 50 یورو خو 1.5 افغانی برای ما شخص نبخشیم. تشکری میکنیم از خواهر گل ما سوسن خانوم که زحمت کشیدم. خداوند شما رو خیر بده. داغ اولادا خور نبینیم. این پولکا اینا برمی 50 یورو فطر روزه بوده. خدای پاک قبول کنه. تشکر. بخیر باشیم.